سلام. وقت همه شهروندان عزیز و همشهریان گرامی و دوستان خوبم، چه هم استانی چه خارج از استان، به خیر و خوشی انشالله. یه پیام فرهنگی و به نوعی پیام اقتصادی و منفعتی برای شما دارم. یه تلفنی به نام تلفن ثابت در خونتون هست. بعضیا تلفن رو دادن قطع کردن، یا قطع بدهی یا خرابی داره. چون موبایل در اختیاره، خیلی بی توجه و بی اهمیتن نسبت به این تلفن ثابت. من میخوام در مورد همین تلفن ثابت با شما دوستان عزیزم حرف بزنم. ماهیانه در همه ایران بابت هر یک اشتراک تلفن 16500 تومان از مشترکین میگیرن. یا مشترک باید تلفن رو بده تحویل مخابرات، یا نباید هزینه نگهداریش رو پرداخت کنه. از این 16500 تومان 15000 تومانش بابت هزینه نگهداری تلفنه. شما میتونید به جای این 15000 تومان که دارید پول میدید 3 کار انجام بدید. یا 3333 دقیقه تلفن درون استانی حرف بزنید که در تمام کشور همه کدها برداشته شده. مثلا تهران با رباط کریم بخواد کسی حرف بزنه، با پاکدشت و با شهر ری و با ورامین بخواد حرف بزنه، نیازی به کد نیست. یا لرستان ما کسی در خرم‌آباد بخواد با بروجرد و با کوهدشت و با پر دختر حرف بزنه، اصلا نیازی به کد گرفتن نیست. همین شماره‌ای رو که دارید، 2 رقم اول سمت چپ، میشه پیش شماره درون استانی. شما با این 15000 تومانی که دارید ماهانه بدون اینکه بدونید برای چی دارید پرداخت میکنید پرداخت میشه، 3333 دقیقه میتونید تلفن ثابت حرف بزنید. یا به جای این 3333 دقیقه میتونید 450 دقیقه برون استانی حرف بزنید. خرم‌آباد به اهواز، خرم‌آباد به بوشهر، خرم‌آباد به تهران یا بالعکس. یا نه میتونید با تلفن ثابت 4 ساعت با هر موبایلی حرف بزنید. یعنی چه رایتل، چه ایرانسل و چه همراه اول. خب 2 تا نتیجه میشه گرفت. یک، کمتر آسیب به مغزمون وارد میشه با حرف زدن با تلفن. امواجی که ظاهرا دارن میگن خطرناکه، این خطر کمتر به مغز ما وارد میشه. و بعد رایگان هستن. ما که پوله رو داریم میدیم به مخابرات، چرا استفاده نکنیم؟ 3333 دقیقه چیز کمی نیست، مدت کمی نیست. خواهشاً اطلاع رسانی کنید. من بعد تمام تماس هاتون رو، تماس هایی که شماره ثابت دارید، با تلفن ثابت انجام بدید. شماره ثابت همه دوستان رو بگیرید. هر کسی تلفنش قطعه بده وصلش کنن. هر کسی که تلفنش قطع بدهیه پرداخت کنه. به نفعش از لحاظ هم جسمی و سلامت ظاهری و سلامت جسمش، و هم از لحاظ ریالی. کسی که به اصطلاح با موبایل داره حرف میزنه 100 تومن، 150 هزار تومن یا 200 هزار تومن ماهانه داره پرداخت میکنه، اگه این رو ما بگیم دوستان شماره تلفن ثابت دارن، میتونه به اقل ممکن برسونه این پول رو. میتونه 200 هزار تومان بشه، 20 هزار تومان، 30 هزار تومان در ماه. خب توی وانفسای اقتصادی این کمک به اقتصاد خانواده است. تکرار میکنم، 15 هزار تومانی رو که ما به حکم اجبار ماهیانه داریم پرداخت میکنیم به شرکت مخابرات ایران، میتونیم 3333 دقیقه تلفن ثابت به ثابت حرف بزنیم. یا 450 دقیقه ثابت به خارج از استان حرف بزنیم. یا 4 ساعت یعنی 240 دقیقه از تلفن ثابت خونت با هر موبایلی حرف بزنی. شما که پولا رو دارید میدید، چرا به اصطلاح نتونید استفاده کنید؟ خواهشاً تلفن خونتون رو وصل کنید. راحت‌تر، قشنگتر و خیلی آرامتر با تلفن ثابت خونتون با دوستانتون، با آشناهاتون، با خانوادهتون ارتباط رو برقرار کنید. خواهشاً این پیام رو برای دوستان خودتون بفرستید و در اولین فرصت ممکن هم تلفن خونتون رو وصل کنید و هم اینکه تلفن دوستانتون بگیرید برای مکالمات ضروری و احتمالی. شبتون بخیر. سلام. وقت همه شهروندان عزیز و همشهریان گرامی.